بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ای حامیان مکتب حل من معین، سلام. جاماندگان قافله اربعین، سلام. قومی پیاده بر حرم یار می روند، حسرت کشان قبر امام مبین، سلام. السلام علی من الاجابت تحت قبته، سلام بر کسی که دعا زیر گنبد حرمش مستجاب است. سلام هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. ممنونم که دوباره تشریف آوردین به حسینیه یاد خدا که هم یاد خدا درش الحمدلله جریان داره، هم یاد دردانه خدا امام حسین جانمون. و چه ذکر و یادی از این بهتر، از این برتر، از این بالاتر و والاتر. الحمدلله رب العالمین. اجازه بدید سلام بگم با آقای هدایت عزیز و نازنین که قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، خوش آمدین، قبول بشه. سلام، محضر شما همه بینندگان عزیزم، زیارتاتون قبول باشه. اونایی که رفتن زیارت امام حسین خوش به حالشون، اونایی که نرفتن انشالله خدا به هممون توفیق بده بتونیم بریم زیارت آقا جانمون عبدالله الحسین. حقیقتش اینه که اربعین خیلی نمیشه توی دیگه این جاها وایسیم تو خونمون و توی هیئت خودمون، باید دیگه با هیئتمون همه با هم دیگه بریم زیارت امام حسین علیه السلام. این اون سیاست و اون استراتژیه که امام حسن عسکری به شیعیان خودشون در دوران غیبت یاد دادن که از نشانه های شیعه ما مؤمن واقعی اینه که روز ایام اربعین که همین ایام باشه دیگه بارو بندیلش رو جمع بکنه و بره زیارت امام حسین و زیارت الاربعین، یعنی ایام اربعین بره زیارت امام حسین علیه السلام. و خیلی آثار عجیبی داره. آقای قوامی ما تو این چند سال این آثار رو دیدیم، با چشم خودمون دیدیم که انصافاً هیچ مکتب تربیتی، هیچ کلاس تربیتی، هیچ پایگاه بسیجی، هیچی به قدر این سفر تأثیرگذار نبود. همه اینها مقدم است به نظر بنده. همه این اجتماعات و این حرکت ها و این تربیت ها و ای دست معلم حسینی رو میبوسم، ای دست خادم امام حسین رو میبوسم، ولی همه این کارهایی که کردیم برای این بود که جوان ما آماده این پرکشیدن بشه و بتونه توی این مسیر خودش رو برسونه به قافله امام زمان علیه السلام. معتقد هستم اون پله آخر برای ظهور همین اجتماع حول ابا عبدالله الحسین و حول زیارت امام حسین. من به این فکر میکردم، شما داشتین صحبت میکردین که از اونجایی که همه انبیا و پیامبران و ائمه پیامبر خودمون انگشت اشارهشون به سمت کربلا و عاشورا امام حسینه، خود اربعینه هم همینه دیگه. حتی پیامبر هم اربعین نداره، ما برای پیامبر هم اربعین برگزار نمی‌کنیم. اربعین هم یادمان عاشوراست و یه جورایی انگار حلقه اتصال امام حسین امام زمان، عاشورا و فرج امام زمان خواهد بود. مثلا تو این سالهای اخیر اشتیاق ما رو بیشتر کرده به این ماجرا. یا کلمه یادمان رو میخوام تصحیحش بکنم، بگم کمال عاشورا. کمال عاشورا، یعنی در واقع کسی که با مصیبت امام حسین کاملا دیگه بلا میبینه، ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، حس میکنه از این مصیبت دیگه بالاتر نیست، داغدار جریان کربلا میشه، تازه سلوک شروع میشه، تازه رشد شروع میشه. طبق نص قرآن سلوک و رشد اربعین است. بگیم بلوغ عاشورا، چون 40 روزم میگذره انگار به بلوغ میرسه. خدا توی قرآن میفهمد و واعدنا موسی 30 لیلا و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله، که اینجا کلمه لیله اومده به خاطر اینکه اون بار رشدی که در شب هست در روز نیست، در قرب به خداوند متعال. حالا اون 40 موسوی بود. حالا 40 حسینی چیه؟ 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین. بلوغش به چیه؟ این نشانه بلوغ چیه؟ تو رشدت کامل شده، اسباب دیگه بکنی از اون سبک زندگی عادی و بری زیارت امام حسین علیه السلام. بزنی به آب، بزنی به این رود خروشانی که از نجف سرازیر میشه سمت. در ماده زاره یزورو داره المیل، عدول و حضور.
توی لغت دل میکشه رو دل دیگه برای عبادالله پر کشیدنه این تعلقشون شد نه گرفته بودن ترنج رو با دستشون کندن و رفتن. درست شد؟ از اون جایی که صفر مغازش رو چسبیده، صفر چه میدونم اون سیر پیشرفتش رو چسبیده، همه رو میذاری کنار. میگه الان دیگه وقت امام حسینه، این ایام زیارت امام حسینه. میگه هر چی میخواد رفت شروع میکنه. الان امام حسینه. آدم چه خوبه عشق کافی ده هات فی بلند با دلون سوال رشد عجیب که این بلوغ عاشورا ما رو به بلوغ زمان ظهور امام زمانمون نزدیک کنه. خیلی امیدمون زیاد. یعنی صحنه هایی که توی این پیاده روی و این سبک زندگی این چند روزه آدم میبینه بیشتر یاد روایات مربوط به زمان ظهور امام زمان میفته و این شور و این شعور و این ذوق و این وجد باطنی. یعنی توی اربعین و پیاده روی اربعین داستان حکایت قصه‌دار و غم‌انگیز عاشورا هست، اما در ضمن نمیدونم چجوری توصیفش کنم، یه وجدی هست، یک شوری هست، واقعا به معنای یک نشاط حسینی، نشاط باطنی حسینی هست. آدم در زائران اربعینی امام حسینی. باز اینا باعث شد من یاد دو بیت افتادم. اینو بخونم بعد بریم خلاصه رو ببینیم، مال هفته قبل رو برگردیم و ببینیم امروز چه حکایت جذابی رو برای ما تدارک دیدیم. گفتش که یا ابا عبدالله در غمت من سرور میبینم. عجیبه. در غمت من سرور میبینم، من فرج را ندور میبینم، از نجف تا به شهر کربلا جاده‌ای تا ظهور میبینم. بسم الله. بله، ملاحظه فرمودید یک خلاصه جمع و جور کوتاه از آنچه که آقای هدایت عزیز و نازنین در هفته گذشته فرمودن. ببینیم برای امروز چه قصه ای را آماده کرد. بسم الله. امام حسین علیه السلام حدوداً مدت 7 سال از عمر شریفشون رو در زمان پیغمبر اکرم بودن. پیغمبر اکرم رو درک کردن. بعد از پیغمبر اکرم حدود 25 سال امام حسین علیه السلام در دوره‌ای بود که رفتار امام حسین علیه السلام و حکایاتی که تو این دوره هست بسیار شیرینه. یک حکایت رو خدمتتون عرض میکنم. امام حسین 7 ساله توی مسجد بلند شدن. ببینید این روحیه حق طلبی از دوران کودکی هستش. بلند شدن، رفتن جلو، دست گذاشتن به اون منبر و فرمودن هذا منبر و ابی، اینجا جایگاه پدرمه، اینجا محل نشستن پدرم هست. لا منبر و ابیک، اینجا جای پدر تو نیست، جای خود تو هم نیست. که داره که اون فرد گریه کرد و امام حسین علیه السلام رو بلند کرد، کنار خودش نشوند. امیرالمؤمنین اومدن جلو. صحنه خیلی براشون جالب بود که امام حسین این فرزند خودشون اینجوری حق طلبانه اومدن از پدرشون دفاع کردن. حضرت که یک قاعده رو بیان کردن در این روایت، قاعده بسیار زیباست. فرمودن که فرزندان وقتی سن 7 سالگی میرسن دیگه از کودکی خارج میشن و وارد رشد میشن. اگر این فرزندم این حرف رو زد، از سر کودکی حرف نزد، از سر رشد و بلوغ حرف زد. بعد حضرت فرمودن وقتی 14 ساله میشن اون بلوغ فکری و ذهنشون کامل میشه، رشد جسمیشون تا این سن، رشد روحیشون تا این سن. تک تک حضرت تو این روایت سنها رو بیان کردن. این روایت یک تکمیل کننده‌ای داره، روایت امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که الولد سید 7 سنین و عبد 7 سنین و وزیر 7 سنین. حالا این فرزندی که این مراحل رشد رو داره، تو باید چگونه با او برخورد بکنی؟ 7 سال این فرزند نگاهش به اطرافش اینه که من پادشاهم، اینا همه در خدمت منم.
لذا پدر و مادر رو چی میبینه؟ خادمان خودش میبینه. میره رو بغل بابا، میره رو کول بابا، رو دوش پدر. داره که پیامبر اکرم داشتن نماز میخوندن، امام حسن و امام حسین رفتن رو دوششون. پیغمبر نماز رو داره طولانی تر کردن برای اینکه خود بچه ها از دوش پیغمبر اکرم خارج بشن. یا یه فرزندی داشت گریه میکرد، پیغمبر اکرم فرمودن اما سمعتم صراخ الصبی، نمیشنوید بچه داره گریه میکنه؟ این احساس پادشاهی داره، میگه به من توجه بکنید. وقتی شما بهش توجه نمیکنید این حالت روحیش شکسته میشه. لذا داره که یه بچه گریه میکرد، پیغمبر نمازشون رو کوتاه کردن و اونم برین به این بچه توجه بکنید. پس فرزندان 7 سال جهان بینیشون چیه؟ اینه که من پادشاهم، همه در خدمت من هستن. حالا اگه یه مرتبه تو ذوق این بچه بزنن، بچه چه حالتی پیدا میکنه؟ شکسته میشه و این تو مراحل بعدی زندگیش تأثیر گذاره. لذا داره که پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسین رو دوش خودشون میذاشتن، بعد میفهمدن نعم راکب و المرکوب. چقدر عالی. یعنی هم من پیغمبر افضل بشر هستم، همین افرادی که رو دوش من هستن اینام سادات جوانان بهشتی هستن. شباب اهل جنت. پس 7 سال بچه ها حالتشون اینجوری، تو ذوق بچه هامون نزنیم. تو روایت داره، حالا رفتیم سمت پیغمبر اکرم، این ایام هم دیگه ایام پیغمبر هم هست. تو روایت داره که بچه رو دوش روی دامن پیغمبر اکرم، معذرت میخوام گلاب به روتون نجاست کرد، دامان پیغمبر نجس شد. مادر دوید که بچه رو دعوا بکنه، یه فریادی سر بچه. میدونی کجا نشستی؟ چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر بلافاصله جلوشو گرفتن، فرمودن که این پاک میشه، یه آب بزنیم پاک میشه، نجاست دیگه با آب از بین میره. اما اگر این بچه بترسه، اگر تو فریاد بزنی، این دیگه از ذهن بچه پاک نمیشه. این پاک میشه، اما تو چرا کاری میکنی که دیگه همیشه بماند؟ 7 سال دوم 7 سال رشد فرزندان، همونجور که امیرالمؤمنین فرمودن، و باید بهشون امر و نهی کرد. لذا عبد 7 سنین، اینجا دیگه فضایی که بچه کاملا میفهمه. حالا تو باید بهش بگو نماز بخون، فدای نماز امام حسین علیه السلام بشن که تو محراب پیامبر اکرم ایستاده بود امام حسین علیه السلام. پیغمبر اکرم فرمودن الله اکبر، امام حسین علیه السلام مقدار دیر تونستن بگن الله اکبر، پیغمبر دو تکرار کردن تا امام حسین با پیغمبر همراهی بکنن. 6 بار ظاهرا. بله، که مستحب شد. دوباره الله اکبر. خاطرتون هست اون بحث اسرار نماز با هم دیگه این حکایات رو مرور میکردیم. خلاصه چقدر خوبه که پدر و مادر با بچه‌ها بر نماز همراهی بکنن. امام صادق فرمودن 7 سال سوم 7 سالیه که بچه‌ها احساس وزارت میکنن. لذا تو باید با بچه‌ها مشورت بکنی، نمیتونی همینجوری امر و نهی بکنی. حضرت ابراهیم با فرزند بزرگ و نوجوان خودشون اسماعیل مشورت کردن. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. من تو خواب دیدم، من وحی به من شد که باید تو رو ذبح بکنم، نظرت چیه؟ ماذا تری، نظرت چیه؟ حضرت اسماعیل هم قشنگ پاسخ دادن، گفتم پدر من تو مشورت نظرم اینه، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. این میشه ثمره تربیت ابراهیمی. حالا ثمره تربیت حسینی چی میشه؟ ثمره تربیت علوی چی میشه؟ اون ابا عبداللهی که اینجوری حق طلب بود، اون امام حسینی که برای علی اکبر حق طلب بار آورد، دارن به سمت کربلا حرکت میکنن، داره علی اکبر همراه امام حسینه، پا به پای امام حسین داره حرکت میکنه. این خود این حرکت نشانه سلامت تربیته. اگه میخواید ببین جوانت سالمه، ببین چقدر با پدر همراهی میکنه. یا کاری به پدر اصلا نداره، اون یه گوشه دیگه است، اما داره علی اکبر امام حسین رها نمیکرد. مثل معذرت میخوام، مثل بادیگارد همراه امام حسین، مثل محافظ همراه امام حسین بود که توی اون قضیه بیعت گرفتن، داره که جوانان بنی هاشم که یکیشون هست علی اکبره همراه امام حسین اومدن تو کاخ مروان، تو کاخ ولید، و تو اون مجلسی که مروان ترتیب داده بود و تا امام حسین رو تهدید به مرگ کرد، جوانان بنی هاشم شمشیر
آخته، یعنی شمشیر بدون خلاصه غلاف وارد شدن و گفتن اگه پدر ما رو تهدید بکنیم ما همتون رو میکشیم. خلاصه حضرت علی اکبر همراه امام حسین علیه السلام بودن. پدر یه نگاهی به پسر کردن، فرمودن بابا جان به من گفتن پیغمبر اکرم جد عزیزم به من فرمود که شما به سمت مرگ میرید، به سمت شهادت میرید، پایان کارتون شهادته. بابا جان نظرت چیه؟ چجوری میبینی صحنه رو؟ ببین دقیقا مثل حضرت ابراهیم، فنظر ماذا تری. جواب اسماعیل رو که بذارین کنار جواب حضرت علی اکبر، اون جوان ابراهیمی، این جوان حسینی. حضرت اسماعیل فرمود ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اینجا حضرت علی اکبر چی فرمودن؟ اولا میخواستم به عالم نشون بدن که ما دنبال حقیم و بفهمیم حق یه جایی از جان میدیم. فرمود اولسنا علی الحق یا ابتا. بابا جان مگه ما بر حق نیستیم؟ مگه با سمت حق نمیریم؟ مگه ما الان وظیفه‌مون رو انجام نمیدیم؟ مگه ما الان امر پیغمبر رو اطاعت نمی‌کنیم که پیغمبر اکرم فرمودن که ان الله شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراهن سبایا. بچه‌هات باید اسیر بشن، خودت هم باید کشته بشی. مگه این نیست؟ جاره که امام حسین علیه السلام فرمودن بلا به ابی انت و امی و نفسی انت به این مضمون، جانم فدات بشه. این شبیه اون جوابیه که امام حسین به حضرت عباس دادن، ارکب به نفسی انت یا عباس، جانم فدای تو بشه. اینم نکته مهمیه که تو جبهه حق افراد برای همدیگه جان میدن. امام حسین اغراق نمیکنه، میگه جانم فدای تو بشه. برای حضرت مسلم چی فرمود؟ فرمود لا خیر فی الحیات بعد هؤلاء الفتیه. بعد از این جوان مردا دیگه نمیخوام زنده باشم، جونم فداش باشه. مسلمم رفت، جانم فدای مسلمم باشه. این میشه فضای عشقی که توی جامعه ولایی هست. این فضا رو بچهای ما، عزیزان ما توی راه 40 تجربه میکنن. این عراقی عزیز که من همینجا بگم دست و پاتون رو میبوسم، چه مهمان نوازای عجیبی هستن. خوب نشون دادید شیعیان امام حسین چه شکلی هن. شیعیان امام حسین داره که امام حسین اصلا وقتی که وارد کربلا شدن فرمودن از این نقطه تا این نقطه، اون جایی که دشمن میخواد بیاد خون ما رو بزنه همه رو خریدن. و گفتم آقا چرا این کار میکنی؟ حضرت فرمودن که نمیخوام تو ملک دیگری من باشم و زوار من که در آینده میان میخوام مهمان خودم باشم. لذا این عراقیای عزیز جانم فداشون بشه. میخوام بگم ماها نوکر امام حسین، خادم امام حسینیم. اینجا منزل امام حسین، لذا خود من و این منزل و این منطقه فدای زوار امام حسین علیه السلام. متوجه شد؟ علا کل حال دست شما در نکنه. من میگم حیفه حالا که اینقدر حس خوبی درست شد با حرفای قشنگ شما، باز یه زلف دلی گره بزنیم به آستان حضرت ابا عبدالله در این ایام زیارت 40ایشون. بسم الله. ای رحمت عام یا ابا عبدالله، ای ذکر مدام یا ابا عبدالله، حالا که نشد حرم بیایم آقا، از دور سلام یا ابا عبدالله. الهی که خدا نصیب و قسمت همه آرزومندان ماها که جا موندیم از این پیاده روی و این عشقبازی و این دلدادگی و این زیارت 40 امام حسین علیه السلام هر چه زودتر نصیب و قسمت همه آرزومندان بشه. زیارت عارفان به حقشون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا در خدمت. سلامت باشید. بله وارد من فکر می‌کنم یه مقدار فرصتون هم کم شد چون ماجرای 7 سالگی امام حسین فرمودین که اومدن اونجوری گفتن در حال پیامبر این توضیحات رو دادن. بله من میخوام یه موردی سریع بکنم زودتر برسونیم خودمون رو به کربلا ان شاءالله و اجازه بدین که من بعضی از قسمت‌ها رو دیگه حذف کنم. خب دوران حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش که امام حسین علیه السلام رزم آور میدانهای امیرالمؤمنین هستند. داره که تو جنگ صفین، جنگ جمل، گاهی اوقات امیرالمؤمنین دست به دعا برمی داشتن و برای امام حسن امام حسین دعا میکردن. خدایا این اللهم احفظهما، خدایا این دوتا رو حفظشون بکن. اینا خلاصه چقدر زیباست. خدا توی قرآن میفرماید که از زکریا وقتی فرزنددار نشدن فرمودن که کسی رو به من بده که یرثنی و یرث من آل یعقوب،
خلاصه وارث من باشه، وارث امامت و نبوت من باشه. ظاهرا همین روز اول محرم هم بوده دعاشون. بله که مستجاب بله مستجاب هم میشه. یک روز روزه گرفتن و دعاشون مستجاب شد. علی کل حال توی این دوران هم اون رشادت‌های امام حسین علیه السلام هست. امام حسن به امامت رسیدن، ما تکلم الحسین بین یدی الحسن قط. یعنی تا وقتی امام حسن امام بودن، امام حسین هیچ صحبتی نمی کردن. ادب فوق العاده امام حسین نسبت به برادر بزرگتر خودشون. حکایات جالبی تو اینجا هست که اگر کسی می اومد در خانه امام حسین میفرمود که امام من امام حسنه، این آقا امام من هست، و تکمیل میکردن عطایای امام حسن رو. یعنی اول افراد میفرستادن در خونه امام حسن، بعد آنچه که امام حسن دادن بیشترش رو امام حسین تکمیل میکردن، اما خودشون فی‌البداهه چی رو نمیدادن. و میدونید تا زمانی که معاویه زنده بود، حتی در دوران امامت امام حسین، حضرت به احترام صلح برادر بزرگتر خودشون اقدام به هیچ گونه قیام یا حرکتی نکردند. بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت و یزید جانشین او شد، حضرت امام حسین حرکت رو شروع کردن، اعتراضات رو شروع کردن، بیعت نکردن رو شروع کردن. خب دوران امامت امام حسین علیه السلام رسید. یک حکایت نقل بکنم. من تا الان فقط جنبه تاریخی رو عرض کردم، گفتم اینجا حکایات زیادی هست، ولی دیگه می‌خواستم وارد امامت امام حسین بشم. یک حکایت بفهم. اکرمه نقل میکنه که نافع ابن ازرق وارد مسجد مدینه شد. در حال خطابه است ابن عباس بالای منبر، همه دارن گوش دارن میدن. نافع وارد شد، وسط جلسه فریاد زد، گفت ابن عباس بس دیگه، اینقدر از تفسیر قرآن نگو، از توحید بگو. یعنی ما خسته شدیم بس که تو تفسیر شنیدیم. پرانتز رو بگم، ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین و شاگرد تفسیری امیرالمؤمنینه. ابن عباس اومد پیش امیرالمؤمنین، گفت آقا جان برای من تفسیر میگی؟ حضرت فرمودن از کجا شروع بکنیم؟ ابن عباس گفت فاتحه الکتاب، کلید قرآن. امیرالمؤمنین فرمودن به این مضمون که چندین بار شطور تفسیر فاتحه الکتابه. ابن عباس گفت آقا جان خلاصش رو بگو. این توی بعضی دیگه از نقلا هستش که حضرت فرمودن کل فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم، کل بسم الله الرحمن الرحیم در با هست، کل مفهوم با در نقطه هست و انا نقطه تحت البا، من اون خلاصه هستم، من اون قرآن ناطق هستم. اینا شاگردان تفسیری امیرالمؤمنین هستن. خلاصه نافع گفتش که ابن عباس از تفسیر دیگه نگو، از توحید بگو، ما میخوایم خدا رو بشناسیم. ابن عباس این نگاهی اطراف کرد، این روایت در توحید صدوق صفحه 80 هست. یه نگاهی اطراف کرد، دید امام حسین علیه السلام گوشه مسجد مدینه نشستن. ابن عباس اشاره کرد، گفت هم ورثة الانبیا، اینا و خانواده اینا ورثه انبیا هستن، اینا خزان علم هستن، علم دست ایناست، توحید دست ایناست، ارکان توحید دست ایناست، برو از اون آقا بپرس. این نافع روش رو کرد به امام حسین. امام حسین اشاره کردن به سینه مبارکشون، فرمودن الی ابن الازرق، بیا 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 پیش من. حسین برای توحید میگه، اون آقایی که دعای عرفه رو بیان کرد. وای که نافع چی جواب داد. یه نگاهی کرد به امام حسین، گفت لست ایاک اسأل، من مگه با شما صحبت کردم؟ مگه من از تو سوال کردم که تو جواب دادی؟ این میشه اوج قربت. بعضی فکر می‌کنن قربت امام حسین به گودی قتلگاهه. قربت امام حسین اینجاست که امام حسین رو تو مدینه، تو مجلس ابن عباس که شاگرد امیرالمؤمنینه، به عنوان یک عالم هم قبول ندارن، به عنوان یک خطیب هم قبول ندارن. وای به حال امامت. بعداً دیگه خودش پشیمون میشه و امام حسین نکاتی رو بیان میکنند و ادامه روایت هم بعضی از نکات توحیدی امام حسین علیه السلام هست. دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. اجرتون با حضرت ابوالاحرار. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید.